یا گایز چطور بچه به ویدیو خفن دیگه خوش اومد بچه. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. در واقع تایتلی که دیدید اکانت یوتیوبری قبلیمو بک زدم. بچه امروز اومدیم یه حالی بکنیم رو اکانت، یکم فرندا رو ببینیم، اکانت رو ببینیم. یادش بخیر حاجی من چه خاطرهایی با این اکانت داشتم. سوسکی اومدیم یه بک ریز زدیم، اومدیم رو اکانت یکم بپلکیم این موضوع چه خبره. حاجی خیلی من این اکانت رو دوست داشتم، خیلی خیلی خیلی. خدا سرشاده وقتی فروختمش یعنی با جون و دل اشک ریختم، گریه کردم، ناراحت شدم. واقعا خیلی اکانت دوست داشتنی و خیلی من دوست داشتم این اکانت. خدا سرشاده. خب بچه امروز اومدیم یه ریاکت بریم دوباره رو اکانت قدیمی خودمون و اکانتی که خیلی خاطره داشتیم. بالاخره دیگه کل نمیدونم چیزای یوتیوبریمون و نمیدونم یوتیوبمون و اینا رو همش با این آوردیم بالا دیگه. هر جور بخواید حساب کنید دیگه همتون اینو میدونید دیگه که با این چیزا آوردیم بالا. خلاصه بچه من خیلی این اکانت خدا سرشاده دوست داشتم این اکانت رو، ولی خب دیگه به خاطر مشکلات مالی و اتفاقایی که افتاده بوده به پول نیاز داشتیم و این چیزا مجبور شدم ردش کنم، چون که این اکانت یه اکانت خیلی خاصه. وی نداره ولی بنراتار داره، بعد بنراتار کبرا داره که هر کسی واقعا بنراتار کبرا رو نداره تو سرور، که واقعا خیلی حال میکنم با این اکانت. خب بچه بریم یه نمای دیگه، یه رخ دیگه رو اکانت بریم ببینیم یادش بخیر چه چیزایی داشت اکانت. حاجی اکانت خیلی اکانت سکسی بود. یادتون هم هست که دیگه کلی چیز میز داشت که تو سرور نبود اصلا این اکانت، که الان بهتون باز دوباره نشون میدم. و خب خلاصه من خیلی این اکانت رو دوست داشتم و اینو با جم گرفتم. ناموسم آدم 500 جم دادم بابت این. خیلی موها رو دوست داشتم. یه آخرای تایمای هم که می‌خواستم اکانت رو رد کنم دیگه اومدم این موها رو گرفتم روش. اسکین چشم پسر و آجی دلم واقعا برای اکانت تنگ شده. خدا سرشاده دلم تنگ شده. چون نمیدونید چقدر من شبا خواب این اکانت رو میبینم، خوابش رو میبینم، اشک میریزم، ناراحت میشم. پسر چه مخایی که من با این اکانت نزده بودم، چه پسرایی رو که بلند نکرده بودم با این اکانت. چی بگم خدا سرد. خیلی ها میدونن، کسایی که با این اکانت بلند شدن خودشون میدونن ولی خب به رو خودشون نمیارن. خلاصه چی بگم دیگه بهتون، چی بگم. پسرمم چه مخایی که با این اکانت نمیزد. خدا سر شده. شما همونطور که میبینید صدا خیلی گانگ و باحالی داره اکانت. حالا چیزایی هم که تو سرور نیست و باز بهتون نشون میدم مجددانه. آنه. خب آجی من کلا این سته رو میزدم داخل اکانتم، خیلی حال میکنم. اما بچه این سیکس پک داخل سرور نیست که سیکس پک همین بال داره دیگه. خلاصه خودتون میدونید اینو خیلی دوست داشتم. این سیکس پک رو با هم خیلی سکسیه، خیلی حقه. و خب اینم گرفته براش. این چی بود اصلا؟ ست لول جدیده گرفته براش، هزینه کرده صاحب اکانت. و دیگه بریم این خرگوشه هم گرفته بنازم، کش داده. این از اوناست که هزینه میکنه بعد نمی. حالا دیگه هزینه کرده رو اکانت، چی بگم بهتون. خب بعد میریم سراغ اینا و خیلی چیزای خوبی داشت بچه اکانت. خیلی اکانت دوست داشتم، خودتون که دیگه میدونید. من تازه یه بارم فروختم باز پس گرفتم، اینقدر که اکانت رو دوست داشتم. و خب دیگه خدمتتون که عرض کنم این ستر هم که خودمون براش گرفتیم که همون بود با توکن جمع میکردی. ستر اطلاعی ندارم، فکر کنم خزه، نمیدونم چی به چیه. ولی خب جدید اومده رو اکانت و اینا هم که بود. این سته بچه ها تو سرور نبود. این سته تو سرور نبود، چربک فیلی و این چیزا. بذار سیکس بک هم بندازم روش. مثلا این سیکس بک طلایی رو مینداختیم روش، خدا بود. گانگ، نگاه گانگ، مثلا روانی کننده. دمپایی خیلی خفن بود. نگاه کن زیرش یه چیزی هم تایپ کرده بود، وقتی راه میرفتی خیلی خفن میشد تو مپ. واقعا ست قشنگی بود. اینم به زودی میارن خزش میکنن هرچندا، چون که کارنا به هیچ رحم نمیکنه. ولی خب در کل ست خیلی خفنی بود. خرگوش وایت هم که خودمون داشتیم از قبل، فقط اون قرمزه رو براش گرفته بود، اون ست لولیه. وای اینو بذار گارنا اومد خزش کرد بچه‌ها، دیدید؟ اینو از قبل داداشتون داشت
تنها کسی بود که به جز بعد رو تو سرور داشتم و خب خزش کردم، ریدم بهش قشنگ، آوردنش تو استور راحت، خیلی رومانتیک خز کردن این هودیه رو. و خب دیگه چه چیزایی یادم هم رفته، اکانت چه چیزایی داشت که داخل سرور نبود. یادم یه یوزی داشت، یه بگ بود، این چیزا. حاجی این شلوار هریش قشنگی واقعا، به این میاد این چیزه. آره واقعا گانگی. اوه 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 این سیکس پکه چه میاد حاجی. تو اینو بزنی، اینم بندازی روش، بعد دیگه چی بزنی؟ کلاه خوبه، بذار ببینم ماسک، اینم بندازی، اصلا روانی پسر. ببین یا مثلا اینو بندازی شوت. ست زدم اصلا رو دست نداره ناموسن، خدا سر شده. این باندل قرمزم که جدیدن کدش اومده و خب کدش هم میتونید برید خرید بزنید، هرچند کدش خیلی کم شده. تا جایی که دیدم کدش نبود و سریع فروخته شد. هرچی آوردیم من و مهدی همشو فروخت، اصلا به من نرسید. مهدی همشو فروخت، اصلا کد باندلا رو هوا خریدن ملت. و خب بچه‌ها دیگه اون کفش مفشاش هم میدونید خیلی چیزاش تو سرور نبود. تو ویدیو تو یوتیوب قبلی اون همشو براتون گذاشتم، ولی این هریه خدای خیلی خوبه. تو سیکس پکه هیچ اشکالی نداره. خب مثلا بعضی وقتا گیر میکرد تو سیکس پکه، بعضی ستا. این کفش هم واقعا به این ترکیبی که زدم میاد، خیلی سکسی میشه. خب بچه‌ها این بگه بود تو سرور نبود که فقط دیده بودم هواش دارتش و بگه خیلی بگه خفنی، واقعا خوشگل هر جور بخواید حساب کن، ولی هیچ خدایش بلک دراگون نمیشه. نگاه با تو، نگاه ترکیب و رنگ و ناموسن، چی بگم. ولی این بگه خیلی شاخه، خیلی. تو فکر کن یه مارمولک سبز پشت کمر چسبیده باشه، چی بگم دیگه، غیر قابل بینش. خب میریم سراغ دنساش. این گاگول اصلا دنس نذاشته و دنساشم 3 تا دنس گذاشت. دنس قلبم بچه خودم آوردم گذاشتم بتونم اول ویدیو براتون قلب برم، همون 3 تا رو گذاشته. بعد خدمتتون که عرض کنم این اکانت فکرم 10 تا گانش مکس بود. وای این 3 تا این دنس باربیکیو، این دنس باربیکیو بچه تو سرور نبود که آوردم تو آفر خزش کردن، اصلا بدا، خیلی بد خزش کردن. یه دنس پنگوان هم بود، اونم هنوز تو سرور نیومده. اینا هنوز تو سرور بچه نیومده و خب اینم به زودی میارن میرینن بهش، قشنگ معلومه. و خب خدمتتون که عرض کنم و اینم دنسه بود به اسکوات و که من واقعا اینو خیلی دوست داشتم و این دوتا رو واقعا خیلی دوست داشتم. خیلی دنسه بود به اسکوات قشنگن، یعنی یک بین تاپ ترین دنسه بود به اسکوات تو گیمن بخواید حساب کنم. بریم سراغ بنرآواتار گوگلی مگولیش. خب بچه این بنرآواتار یه خودتون میدونین آنجله، اینم برای کبراه بوده دیگه، 3 تا همینه. و این یکی توپ هم باز تو سرور نبوده، این توپ هم این کراوات هم تو سرور نبوده. بچه بنرآواتار گرندم که داداشتون خودش اکانت برد گرند، ویدیوش هم گذاشتیم گرند رفتن و یادش بخیر که اینجا انگار بنرآواتارش هم گرفته اینا. وای خدایا و خب خدمتتون که عرض کنم بچه بنرآواتاراش این آواتار تو سرور نبود، این هم باز دوباره تو سرور نبود، ولی خب دارنش اکثریت تو سرور. اینو که اصلا هیچ کی تو سرور نداره، این دوتا هیچ کی تو سرور نداره، شرط کلیه کبد روده میبندم. بعد خدمتتون که عرض کنم که دیگه کبراس بنرآواتار خاصه دیگه این نداشت، اینا تاپ ترین بنرآواتاراش بودن، الان نشونتون دادم. خب اینم بنرها یه چند تا سنگ داشت 16 فکر کنم بیشتر سنگ، 3 تا چنج نیم هم گرفته، اسمش عوض کنم بذارم هایسکا آن دی بیت، هایسکا کینگ انا آندلان، هایسکا کینگ مثلا قدرت احساس کنم، ولی نولش عوض نکنیم گناه داره. و خب بچه خدمتتون که عرض کنم سراغ گانا. اکانت چه گانایی داشت بچه، بذار گالری نشونتون بدم، کرکوبرتون بزن. این یه گالری تمام رخه. حالا دیگه بذار بریم قسمت های بعدی نشونتون بدم. خب بچه این از امفورش که مکس بود و خب اینم ایکیش هم مکس بود
یکی قرمز هم داره، بس یکی قرمز چه حق چه به سته میاد ناموسن. ترکیب زدم روانی. حتی کشمو موسامورایی هم قرمزه ترکیب شده با این ست، اصلا خدا. انفور شودان هم بچه داشت، انفور قرمز هم دو جفت شودان رو داشت، هم طلایی هم قرمز. طلایی بچه اول گردونه بود اون موقع، گردونه که نداشت باید توکن میگرفتی، خیلی سخت بود گرفتنش اون موقع. بعد هر دست بازی بهت ستاره میداد، میتونستی انفور شودان بگیری و بعد هر دست که بهت نمیداد ست کارت می آورد جلو شانست بزنه که ستاره باشه. از وقتا هیچ توش نبود، موز توش. یادم اینم سایت بود بچه، این گروزای خیلی شاخ بود اون موقع. و خب بچه فاموسش هم مکسه، 3 تا فاموس نقاشی هم داره، میگم 3 تا فاموس گردونه هم میگم داره. و خب ایکس امش هم مکسه، ایکس ام دوریت هم داره، اینم که داره بچه های گل. این دیگه این اول گردونه هست که از این، یعنی بهترین بازیه دیگه میشه گفت لولیش حالا بهتره، ولی من اینو بیشتر ترجیح میدم. یه رای 2 دمیجه خیلی هد خورش بهتره. اینم که لولیه دیگه. اینم آیوجی اول گردونه است که خیلی خداییش خوبه، خیلی چه هدایی که داداشتون باش نمیزن. و اینم وودبوکری که کدشو زدیم رو اکانت کدشو زده بودیم وودبوکر رو. و خدمتتون که عرض کنم دیگه اینم یو ام پیه اول گردونه، یو ام پی مکس هم که داره، یو ام پی پالانگی چیچه ببریه اینم باز داره. و اینم ام پی 5ش که دو ریته، ام پی مکس طلا، این فیروزه‌ایه و آبی. بله تامسون هم که تامسون لولی داره، این تامسون هم داره که برای اون کتابه بود بوکس. دیگه بریم خدمتتون که عرض کنم خدمتتون، بریم سراغ شاتگانا. و این که میشه امده اول گردونه بچه‌ها. میگم پسر چقدر من شیره‌ای شدم، این ناموسن اول گردونه است، من اینو گفتم بچه. این امده لولیه، این امده سبز سوم گردونه، اینم دوم گردونه. اول گردونش هم که قرمز بود. این امده هم بچه تو سرور نیست، شیک و مجلسی دارم اتون میگم این تو سرور نیست، هر کی گفت هست یک کشیده میزنم زیر لنگش. و خب این تو سرور نیست بچه ها. امده آبی ری سکاتر. این برقی هم یادم یه زمان خیلی شاخ بود خداییش، این هم فکر کنم نباشه تو سرور، اطلاعی ندارم. این هم دولاش دور کهکشانی ها جفت این دوتا رو داره. بعد این هم که دیگه اون بود دوری لاود بود، این هم صورتیه بیانم بنفش بهش میگفتن. این هم که داخل کتابه بود، مکس 7 خیلی خوبه این مکس 7. این دوتا لژندر هم داره، این چیزه بیلاخیه گان شارجیه. اصلا از گان شارجی خدا سرسده خوشم نمیاد بچه ها، خیلی کوچره. و ای دبل رو باش روخ کار رو ببین بچه، ای دبل یوتیوبری اصلا روانی کننده. این ای دبل رو بچه یه ملت دنبالشن، یه ملت دنبال این ای دبل، انقدر ای دبل خفنه. ای دبل های دیگه هم داره، این که اساسینه، این هم که آخر گردونه است اگه اشتباه نکنم. و خب این کار 98 هم داره، این هم که لژند ولی خب تایمیه، این هم داره، این هم داره. بریم سراغ این کلت مونتاژ بچه. این دیزرت اساسینه که دارتش، ولی خب حال نمیکنم، ریتش بالاست، هد نمیتونم بزنم باش من خودم. اینا رو هم داره بچه. این یوزی هم داخل سرور نیست، هیچ کس داخل سرور نداشت. 2 دقت 1 دمیجه، چون خودتون دیگه میدونید آخرین این کوی که اومد این کوی یوزی بود که دیگه خودتون میدونید تنها اسکینای لژند یوزی بازی بودن. ولی خب من اصلا قبل اون اینو داشتم، اینو رو اکانت هم داشتم، این یوزی رو تازه میتونی بگید دستت راحت. موقع هم ملت پشماشون ریخته بود میگفتن این چیه تو دست، این موزه. خب خدمتتون که عرض کنم میریم سراغ ماهیتابه های مرق که زدن اونو خرج کردن. کاتاناهاش، این کاتانا سولتیه رو من خیلی دوست داشتم، خیلی شیک بود کاتانا. و خدمتتون که عرض کنم اینم از این اوه کاتانا کبرای چه میاد به سته آجی، خدا سر شده خیلی میاد. بذار اینو سیو کنم، خیلی به سته میومد. اینم خیلی دوست دارم بچه، یکی دیگه‌اش بود پر میریخت. اینم باز خیلی دوست دارم. کاتانا خیلی اکانت خفن بود. اسکین ماشش هم بچه مکس بود دیگه، اکانت خودتون بودید میدیدید.
خب یاله هیچ چیز که مش آتیشی نمیشه. اینم اسکین یخ فرشته لارا دیوونه کرده. خب بچه تموم شد و رفت. بچه واقعا من این اکانت دوست داشتم، واقعا هنوزم دلتنگشم، دلم میخواد اشک بریزم. بچه اکانت خداست حقیقتا و خب خیلی دوستش داشتم ولی خب بالاخره به خاطر مشکلات مالی که بود فروختیم رفت. خب بچه عشق منی دیگه، چرت و پرت نگم. مرسی که تا آخر ویدیو بودید با ما. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو بعدی. بوس به کله یکتون. خداحافظ.